سوال بعدی از هلال احمد از نویدای هند. آیا مسلمونا میتونن از عبادتگاه‌های غیر مسلمونا بازدید کنن؟ دوبله شده در عارفان جام. بستگی به هدف بازدید شما از عبادتگاه‌های غیر مسلمونا داره. اگه میخواید بدونید که دین اونها چی میگه تا به اونها بهتر دعوت بدید، کاملا مجازه. من خیلی از عبادتگاه‌ها رو بازدید کردم، معابد مختلفی رو بازدید کردم، از کلیساهای مختلف بازدید کردم و به نیت دعوت با کشیشا صحبت میکردم. اگه شما برای تماشا کردن برید به این هدف که برای شما مفیده و برای فهم درست از اسلام و دونستن اینکه غیر مسلمان‌ها چه کار اشتباهی انجام میدن، این درسته. اما اگه شما به عبادتگاه‌های غیر مسلمونا برید، مثل سیاستمدارای مسلمون توی هند و بقیه قسمت‌های جهان که میخوان نشون بدن اونا به دیگر ادیان باور و احترام دارن، پس اگه به افتتاح یک معبد برن، این کار کاملا حرامه. شما نمیتونید کاری که بعضی سیاستمدارای مسلمون میکنن رو انجام بدید تا نشون بدید سکولار هستی. این کار حرامه. شما نمیتونید عبادتگاه‌های غیر مسلمون رو تایید کنید. شما نمیتونید یه معبد یا کلیسا رو تایید کنید. پس اگه میخواید به مردم نشون بدید که باور دارید ادیان دیگه درست هستن و از عبادت‌های اونا بازدید کنید، این کار حرامه. اما اگه شما برای شناخت دینشون این کار میکنید تا دعوت بدید، کاملا درسته. تا زمانی که این بازدید شما رو از اسلام دور نکنه و ایمان شما قوی باشه تا دین اونها رو بهتر بدونید و بتونید اونها رو دعوت بدید، این کار کاملا درسته که از عبادتگاه‌های غیر مسلمونا بازدید کنیم.